بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه حضار گرامی، چه دوستانی که حضوری اینجا تشریف دارن و چه دوستانی که به صورت مجازی به جلسه ما ملحق شدن. خیلی مقدم میگم به همکاران و دوستان عزیز خودم، آقای دکتر مدرسی و همینطور آقای دکتر لجمورک، و خدمت دوستان هستیم راجع به ابعاد و چالش‌های به اصطلاح حقوقی مالکیت‌های فکری و حقوق سلامت صحبت بکنیم. این نشست رو دوستان انجمن علمی و مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت برگزار میکنن، به صورت مشترک براش زحمت کشیدن. از انجمن علمی بیش آقای کدخدایی خیلی زحمت کشیدن و از سوی مرکز ملی تحقیقات حقوق سلامت هم آقای احمدی که ابتدای جلسه از زحمات هر دو بزرگوار من به سهم خودم تشکر میکنم. 3 موضوع داریم، ما راجع به 3 محور صحبت خواهیم داشت. ابتدا من کلیاتی راجع به نسبت حقوق سلامت و مالکیت‌های فکری و مشخصاً کمی تمرکز بر بحث‌های چالشی این دو حوزه به اصطلاح مطالب خدمت دوستان خواهم داشت. بعد آقای دکتر مدرسی راجع به ابعاد حقوق مالکیت فکری یا حقوق رقابتی یا تحلیل اقتصادی به اصطلاح اختراعات حوزه دارو صحبت خواهند داشت. اگه درست گفته باشم عنوان ان شاءالله خودشون دقیق‌ترش رو توضیح خواهند داد. و آقای دکتر لجمورک هم راجع به بحث علائم تجاری یا حمایت از علائم تجاری مرتبط با حوزه سلامت صحبت خواهند داشت. اجازه فرمایید آقای دکتر من بحث خودم را ابتدام داشته باشم. خب موضوعی که من خدمت دوستان دارم مربوط میشه به نوعی به نسبت حق بر سلامتی و مالکیت‌های فکری و تا حدی ابتداعاً اشاره میکنم به اینکه این دوتا موضوع چه ابعاد مشترکی دارن و چه چالش‌هایی با هم دیگه دارن. و البته من در عنوان آوردم چالش‌های یا چالش حقوق بشر و حقوق اقتصادی، چون پیش‌فرض گرفتم که حق سلامتی به حوزه حقوق بشر مربوط میشه و مالکیت‌های فکری هم به حوزه حقوق اقتصادی یا حوزه حقوق تجاری یا حوزه حقوق خصوصی و هر حال از جنس دیگر است غیر از بحث‌های حوزه حقوق بشر. خب ابتداعاً یک اشاره میکنم به نحوه ایجاد ارتباط به این دو موضوع و تأثیری که به ویژه نظام بین‌المللی حقوق بشر بر بحث مالکیت فکری داشته و چالش‌هایی که در حال حاضر وجود داره در این زمینه. با بعضی از این چالش‌ها آثار خودشون در قوانین مقررات ایجاد کردن، بقیه چالش‌ها هنوز وجود داره. دوستان می‌دونید بحث مالکیت‌های فکری به اصطلاح از نظر پیدایشش خدمت خیلی زیادی داره و حداقل معاهدات حوزه مالکیت فکری از حوزه 1883 شکل گرفته، در حالی که در سطح مثلا در حوزه حقوق بشر منشور بین‌المللی حقوق بشر از 1945 به بعد فرآیند تدوین شروع شده. اعلام جهانی حقوق بشر 1948 شکل گرفته و خب این دوتا به عنوان دو سیستم جدا به حیات خودشون ادامه دادن تا تقریبا میتونیم بگیم که دهه 1990 در نتیجه اتفاقاتی که رخ میده با همدیگه تعارض و اوورلپ پیدا میکنن، استکاکاتی پیدا میکنن و خب سوالای جدی حقوقی به میان میاد. علت پیدایش این استکاکات این هست که خب در دهه 1990 هم حمایت‌ها از حقوق بشر بسیار زیاد میشه، چون جنگ سرد تا حد خاتمه پیدا میکنه، نهادهای بین‌المللی قوی میشن، نظارت‌های حقوق بشری بیشتر میشه، گزارش‌های حقوق بشری بیشتر میشه. از این سمت هم در سطح جهانی سازمان جهانی تجارت فعال میشه، ایجاد میشه، تریپس تصویب میشه و حمایت از مالکیت‌های فکری خیلی قوی میشه، دامنه حمایت خیلی گسترده‌تر میشه و طبیعتاً اینا با هم دیگه در یک حوزه‌های تعارض پیدا میکنن. و خب اولین حالا ارتباط بحث به موضوع سلامت هم از این لحاظ هست که اولین بار کمیسیون حقوق بشر به این موضوع ورود پیدا میکنه. در دهه 1990 گزارشی ارائه میده و اعلام میکنه که حمایت‌هایی که در تریپس پیش بینی شده تضعیف کننده حق بر سلامتی هست و به سلامت عمومی آسیب میزنه.
و بعد از اون هم کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر به این موضوع ورود پیدا کرد و گزارشی داد و در اونجا دوباره اعلام کرد که حمایت‌های قوی از مالکیت‌های فکری به حوزه سلامت آسیب میزنه و خواستار این شد که در زمینه اقداماتی انجام بشه. به ویژه در بحث اشاره کرد که این حمایت‌های قوی از مالکیت‌های فکری میتونه دسترسی به حوزه دارو رو تحت تاثیر قرار بده و همینطور قیمت داروها رو خیلی افزایش بده. خب از اون زمان به بعد این چالش‌های حقوقی خیلی جدی پیش اومد که تعارض بین حقوق بشر و مالکیت‌های فکری از چه جنسی است و چگونه باید این حلش کرد. برخی راه حل‌های مختلفی برای این موضوع ارائه شد، فقط خیلی اجمالاً اشاره می‌کنم. برخی گفتن که به هر حال حقوق بشر حقوق بنیادی محسوب می‌شوند، حقوق مهم محسوب می‌شوند و طبیعی است در بحث ما در مقام تعارض با مالکیت‌های فکری که از جنس اقتصادی هستن بر اون حاکم هستن، بر اون غلبه دارن. ما بدون تردید باید حقوق بشر رو بر حوزه مالکیت‌های فکری غلبه بدیم و دولت‌ها متحد هستن تعهدات حقوق بشری خودشون رو به تعهداتی که در به اصطلاح قبال مالکیت‌های فکری دارن ترجیح بدن. دسته دیگر از دولت‌ها و همینطور اندیشمندان پاسخش این بود که نه، به صورت مطلق نمیتونیم بگیم اینها با هم تعارض دارن. مالکیت‌های فکری هم ابعاد حقوق بشری داره، هم ابعاد اقتصادی داره. در بخشی که ابعاد اقتصادی داره طبیعتاً حقوق بشر میتونه بر این حاکم باشه، ولی در ابعادی که جنبه اصلاح حقوق بشری دارند دیگه حقوق بشر نمیتونه بگیم که دو تا حقوق بشر بر هم دیگه میخوان حاکم بشن و مالکیت‌های فکری رو کلا ما نمیتونیم در برابر نظام علم حقوق بشر یا حمایت از حقوق بشر فدا کنیم. و دیدگاه سوم بحثش بود که این دو تا نظامی هستن که با هم تعارض ندارن، با هم همپوشان هستن، همدیگر رو تقویت میکنن و نباید ما تلاش بکنیم که این دو تا نظام اصلا با هم ادغامش بکنیم. هر دو سیستمایی هستن خودبسنده، مستقل از هم دیگه، هم نظام علم حقوق بشر هم حقوق مالکیت‌های فکری. و به ویژه طرفداران این دیدگاه سوم تاکیدشون بر این بود که در نظام مالکیت‌های فکری ما دو دسته منافع رو دنبال می‌کنیم، حقوق فردی و منافع جمعی. هر دوی اینها داخل این سیستم دیده شده. حقوق فردی در قالب حق‌هایی که شناسایی می‌شود و منافع عمومی هم در قالب استثناء‌هایی که در این نظام مالکیت فکری وجود داره. برای ما دیگه اجازه نداریم بریم یک استثنایی رو از نظام علم حقوق بشر پیدا کنیم به اسم حق بر سلامتی یا حقوق دیگر و بر اساس اون بیایم بگیم که مثلا در حمایت از مالکیت‌های فکری باید تجدید نظر کنیم، مثلا باید حمایت‌ها رو کمتر کنیم، کنار بذاریم، چون یک سیستم دیگری به اسم مثلا حقوق بشر فعلا حمایت‌هایی رو پیش بینی کرده. در حال حاضر این دیدگاه سوم خب بیشتر غلبه داره و در این حال دغدغه‌هایی که هم در حوزه مالکیت‌های فکری وجود داره و هم در حوزه نظام علم حقوق بشر باعث شده که ابتکارهای بین‌المللی صورت بگیره، ابتکارهای ملی صورت بگیره که به هر حال حق بر سلامتی که در زمره حقوق بشر هست در برابر حمایت‌های مالکیت فکری فدا نشود. خب نسبت مالکیت‌های فکری و حقوق بشر در حوزه‌های مختلف هست. من مشخصا در حوزه سلامت ورود پیدا می‌کنم و اشاره می‌کنم که حمایت از حق بر سلامت به عنوان حقی که با جان انسان‌ها، با وجود انسان‌ها یا با ارزش بسیار بنیادی به اسم سلامتی سر و کار داره، طبیعتاً با حق مالکیت که اونم از حق بنیادی است ولی بیشتر جنبه اقتصادی داره. خب این دوتا با هم دیگه وقتی در تعارض قرار بگیرن ما به عنوان یک حقوقدان باید ببینیم که چیکار باید بکنیمش. از یک طرف یک حق بنیادی به اسم حق بر سلامت داریم، دوباره یک حق بنیادی دیگری به اسم حق مالکیت داریم. حق مالکیت بیشتر اقتصادی هست، حق بر سلامت بیشتر اجتماعی هست و به هر حال توصیف‌های مختلفی از اینها وجود داره. در مقام تأمین نسبت این دو، رابطه این دو به نحوی که ما هم بتونیم هم از حق سلامت حمایت بکنیم هم از حق مالکیت، در سیستم مالکیت‌های فکری دو تا اتفاق یا دو تا ابتکار مهم صورت گرفته. یک، به جهت حمایت از سلامت عمومی یک سری موضوعات از شمول حمایت کلا خارج شدن، استثناء شدن. اصلا اینا ما ازش حمایت نمی‌کنیم. و دوباره به جهت حمایت از مالکیت‌های حمایت از سلامت عمومی یک سری نقض‌ها
غیر قابل تعقیب شدن. گفتن اگر این نقض‌ها رو مرتکب شدید قابل تعقیب نیست. این مورد اول یا دسته اول رو بهش میگن استثناهای حمایت. دسته دوم رو اصطلاحاً بهش میگن حمایت به اصطلاح استثناهای نقض. در مورد استثناهای حمایت مواردی هستن که اصطلاحاً به اینا میگن یا اختراع حساب نمیشن یا اصطلاحاً اگر هم اختراع حساب بشن میگن اینا اصلا قابل ثبت نیستن، یا در چارچوب دیگر مقوله های مالکیت فکری هم اصلا قابل حمایت نیستن این موارد. با توجه به قانون 1402 حمایت از مالکیت های سنتی من بخوام این موارد خدمت دوستان اشاره بکنم. مثلا من قانون 1402 ما در بحث 1403 در ماده فکر کنم 4ش هست یا در بحث تعاریف موضوعات قابل ثبت اعلام کرده که اختراعی که بهره برداری از آن با حفظ حیات یا سلامت انسان مغایرت دارد قابل ثبت نیست. یا اعلام کرده که روش‌های تشخیص و درمان بیماری‌ها، البته بعد پیشگیری هم اضافه کرده، جراحی هم اضافه کرده، گفته قابل حمایت نیست. حمایت از داده‌های آزمایشی محصولات دارویی در قانون در بخش اختراعات نیامده ولی در ذیل اسرار تجاری پیش بینی شده. یه موضوع بسیار مهمی است، به ویژه برای شرکت‌های دارویی خیلی خیلی مهم است. یا در مورد خود اختراعات دارویی خب چالش‌های بسیار جدی وجود داره، از اصلشون گرفته تا کم کیف و حمایتشون، یا بهش اشاره خواهم کرد. اختراعات زیست فناوری که بعضی‌هاشون از قلمرو حمایت استثناء شدن، بعضی هم شرایط حمایتی خاصی براشون در نظر گرفته شده. اختراعات مرتبط با حریم خصوصی بیماران تحت شرایطی از قلمرو به اصطلاح حمایت استثناء شدن در موارد. حالا به جزئیات بعدا اشاره می‌کنم. دسته از به اصطلاح احکام هم در قوانین مالکیت‌های فکری وجود داره که اصطلاحاً به اشخاص اجازه میده که حقوق ناشی از اختراع رو نقض بکنن بدون اینکه قابل تعقیب باشن. میگه اینا نقض محسوب نمیشون. یک، اقدام مقدماتی برای استفاده تجاری از اختراع دارویی، مثلا شرکتی که میخواد آماده بشه برای اینکه مدت حمایت از یک اختراع تمام میشه، این میخواد مثلا داروی ژنریک تولید بکنه، احتمالاً ورود پیدا میکنه، مثلا اون دارو رو میخواد مهندسی معکوس بکنه یا اون ماده به قول معروف دارویی اصلیش رو شناسایی بکنه، تولید کنه، برای بازار آماده بشه. این اصولا نقض محسوب میشه، ولی بعضی از کشورها گفتن که نه، ما تحت شرایط اینو نقض محسوب نمی‌کنیم. یا ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه‌ای تو قانون ما استثناء شده. تغییر شیوه کاربرد داروی ثبت شده بدون تغییر در ماهیت، یعنی اگه کاربردهای جدید برای داروهای ثبت شده ما پیدا بکنیم میگن به اصطلاح نقض محسوب نمیشه. لیسانس‌های اجباری تحت شرایطی ما به زور میتونیم از مالکیت فکری از حقوق یک شخص استفاده بکنیم، حالا با مجوز قانون، در حال نقض هست ولی نقض مجاز. و تحت شرایطی واردات موازی جزء مواردی هستن که اصطلاحاً به نوعی استثناء محسوب میشن. من به بعضی از اینا اشاره میکنم چون فرصت زیادی نیست، فقط از باب طرح بحث. یکی از مهمترین حوزه‌های به اصطلاح مرتبط با سلامت که در معمولاً قوانین ثبت اختراعات بهش توجه میشه، روش‌های تشخیص و درمان هست. در خود مثلا تریپس اصطلاح روش تشخیص و درمان استفاده شده. منتها قانونگذار ما در سال 1403 که این قانونی که ما داریم تصویب شده، به جای یعنی علاوه بر روش تشخیص و درمان دو اصطلاح دیگه هم اضافه کرد. یکی روش پیشگیری و دیگری هم روش‌های جراحی. حالا روش‌های جراحی اصولاً در دل روش‌های درمان گنجانده میشن، یعنی اگر هم بهشون تصریح نشه داخل روش‌های درمان معمولاً قرار میگیرن، فقط تعریفشون یکم متفاوت است. ولی روش پیشگیری در هیچ کشوری من ندیدم به این صورت در قوانین راجع به اختراعاتشون اعلام بکنه که روش پیشگیری از بیماری‌های مثلا انسان یا حیوان بتونه استثناء بشود از قلمرو حمایت، به ویژه اینکه روش‌های پیشگیری خیلی خیلی گسترده هستن. یعنی روش‌های پیشگیری لزوما روش‌های پزشکی نیستن.
انواع اقسام ما روش‌ها داریم که میتونه برای پیشگیری از بیماری‌ها مهم باشد، ضمن که تعریف دقیق و مشخصی هم لزوما از روش‌های پیشگیری نداریم. به هر حال تو قانون ما این آمده. لازمه اعمال این استثناء این است که ما اول بیماری رو بتونیم تعریفش کنیم، به چه چیزی میگیم بیماری، چون بخش قابل توجهی از اون چیزی که ممکنه در حالت بیماری باشه به لحاظ پزشکی بیماری محسوب نشه. ممکنه اشخاص مثلا در بدنشون مثلا درد احساس بکنن، ناراحتی احساس بکنن. لزوما هر نوع درد، هر نوع احساس ناراحتی به معنای بیماری محسوب نمی شود. بیماری تعریف پزشکی خاصی دارد و همین باعث می شود که بخش قابل توجهی از مثلا داروهایی که داریم، روش‌های تشخیصی اینا که داریم، از قلمرو این استثناء خارج بشه و در قلمرو مالکیت فکری قابل حمایت باشه. حالا این که اشاره میکنم مثلا بیماری گاهی مواقع مثلا شما همین عوارض پوستی رو در نظر بگیرید، ممکنه در نتیجه سوختگی یا عارضه پوستی ایجاد شده باشه. آیا اینو ما بیماری حساب میکنیم؟ درمانشو بله، ولی بعد از اینکه درمان شد در حال عارضه رو پوست باقی مونده، دارویی داریم که این عارضه رو از بین میبره. آیا این دارویی است که برای بیماری استفاده میشه یا اینکه دارویی است که برای زیبایی استفاده میشه؟ شما اگر بگید که داروی زیبایی است، قابل حمایت در نظام مارکت‌های فکری خواهد بود. اگر بگید نه، داروی درمانی محسوب میشه، اون به عنوان بیماری حسابش بکنید، اون قابل حمایت نخواهد بود. یا داروهای متعددی وجود داشته برای مثلا زیبایی پوست، مثلا داروی بوتاکس، روش‌های جراحی زیبایی متعددی که ما داریم، انواع داروهایی که کاهش درد ایجاد میکنن در بدن برای استراحت، یا مثلا مواردی بوده پتنت هایی که وجود داشته در مورد کاهش های درد، مثلا در مورد خانم ها درد قاعدگی یا انواع اقسام دردهای دیگری که ممکن وجود داشت. میگه این بیماری محسوب نمی شود که ما بخوایم مثلا از قلمرو استثناء به اصطلاح حمایت اینو استثناء کنیم. پس بیماری خودش خیلی خیلی مهمه. روش تشخیص همونطور که اشاره کردم خیلی ابهام داره در قانون ما، تعریف خیلی مشخص و دقیقی نداره، ولی خب قانونگذار ما اینو آورده و همین باعث میشه که بخش قابل توجهی از مثلا اختلاف و نوآوری‌هایی که حداقل تو کشور ما از قلمرو حمایت خارج میشه. روش‌های تشخیص تعریف داره در سطح بین‌المللی، مراجع ثبت اختراعات هم این تعریف کردن. معمولاً 4 مرحله وجود داره برای روش تشخیص. مثلا ابتداءً ما داده‌هایی رو جمع‌آوری می‌کنیم، این داده‌ها رو با به اصطلاح اون داده‌های استانداردی که اشخاص دارن تطبیقش میدیم، بعد یک ناهنجاری احتمالاً استنباط می‌کنیم و اون ناهنجاری رو توصیف می‌کنیم، میگیم مثلا این فلان بیماری داره، فلان نقص وجود داره و این اسمش میشه تشخیص. حالا در مورد باز روش‌های تشخیص هست که این تعریف خاصی است که وجود داره، این که روش تشخیص به چه صورتی باید باشد، آیا انسان باید انجام بده، روی انسان باید باشه انجام بشه، یا اینکه نه با یه دستگاه متصل به انسان هم باید انجام بشه، این میشه روش تشخیص. اینا چالش‌های بسیار زیادی داره که خود دانشکده ما یک رساله دکتری دقیقاً تو این زمینه دفاع شده، دانشگاه علامه یک رساله دکتری تو این زمینه دفاع شده. میخوام بگم که موضوع خیلی پیچیده هست. همینطور روش‌های درمان که میتونه روش‌های درمان تهاجمی باشه یا غیر تهاجمی باشه، به ویژه اگر تهاجمی باشه مثلا در قالب تشریح باشه، بعدم مثلا با جراحی همراه باشه که ما بهش میگیم روش جراحی. و البته لزوما روش‌های جراحی مستلزم نیست که حتما چاقو به دست بگیرن اشخاص. گاهی مواقع هست که بدون اینکه به معرف تیغ جراحی به بدن اشخاص بخوره، باز روشی که استفاده میشه ممکنه روش جراحی محسوب بشه. شرکت‌های داروسازی یا در حال تمام کسانی که در حوزه مثلا اقتصادی صنعت مثلا سلامت کار میکنن، بیشتر منافعشون در این هست که تا حد ممکن روش‌های تشخیص، درمان و جراحی رو در ذیل حمایت‌های مالکیت فکری ببرن تا بتونن از این منافعی کسب کنن. از اون طرف هم کسانی که دنبال حمایت از سلامت عمومی هستن، از کسانی که دنبال حمایت از موازین استانداردهای حقوق بشری هستن، اونا نهایت تلاششون هست که قلمرو مثلا بیماری ها، ناراحتی ها، اینها رو بیشترش بکنن تا حمایت های مالکیت فکری بتونه کمتر بشه.
در حال همیشه یک نبرد و تلاش و مناقشه بین این دو دسته دیدگاه وجود داره و به اصطلاح حاصل مناقشه و نبرد حقوقی و نبرد قضایی که بین اینها وجود داره باعث شده که فرمول‌های استخراج بشه که هم بتونه منافع عمومی تامین بکنه و هم منافع شرکت‌هایی که تو این زمینه‌ها دارن فعالیت میکنن. به هر حال همین روش‌های تشخیص و جراحی درمان هم براشون کلی سرمایه‌گذاری شده، به اصطلاح انگیزه اقتصادی وجود داشته. نمیشه اینا رو همینجوری رایگان و مجانی از اشخاص بگیریم و در اختیار دیگران قرار بدیم. موضوع دوم مربوط میشه به داده‌های آزمایشی. داده‌های آزمایشی که در سطح نظام علم حقوق بشر و در حوزه مالکیت‌های فکری با عنوان تست دیتا ازش یاد میشه، داده‌های بسیار بسیار ارزشمندی هستند و مشخصاً تریپس در ماده 39 خودش احکام خاصی در زمینه پیش بینی کرده. ارزش این داده‌ها چی هست؟ تمام شرکت‌های دارویی به جای اینکه مثلا برای اینکه دارویی داشته باشن حتی روش تشخیص و درمان هم داشته باشن، انواع اقسام آزمایش انجام میدن و انواع اقسام نتایج و شکست‌هایی رو طی میکنن. به این نتایج، به این تست دیتا اصطلاحاً بهش میگن دانش فنی منفی. یعنی به این نتیجه میرسن که این روش‌ها جواب نمیده تا بالاخره به مثلا دوز مناسب دارو میرسن، به اثر بخشی دارو میرسن. از این به بعد میگن این جواب میده. حالا این داده‌های آزمایشی اینا برای اینکه مجوز بگیرن محصولاتشون وارد بازار بکنن باید اینو مثلا در اختیار سازمان غذا قرار بدن، مؤسسات استاندارد قرار بدن که اونا بررسی بکنن ببینن که آره این آزمایش‌ها درست هست، مثلا خودشون دیگه این تکرارها رو انجام ندن. شرکت‌های دیگر نفعشون در این است که به این داده‌ها دسترسی داشته باشن تا از اینا زودتر استفاده کنن، زودتر وارد بازار بشن یا ارزیابی داروهای خودشون سریعتر انجام بشه. و طبیعتاً اون شرکت‌هایی که این داروها رو تولید کردن میگن این دانش فنی منفی برای ما ثروت ارزشه. اگر شما این نداشته باشید باید خودتون کلی برید وقت بذارید، انرژی هدر بدید، نیروی انسانی هدر بدید تا این بهش برسید. پس برای اینکه شکست‌های ما رو بهش برسید باید پول بدید، هزینه باید بهش بدید. و از این طرف هم کشورهای در حال توسعه و برخی از اندیشمندان میگن خب یعنی چه بود همچین چیزی رو داشته باشیم؟ یعنی ما باید مجبور بشیم بریم خودمون تکرار کنیم خطاهای مختلف و بعد به این نتیجه برسیم که مثلا بله مثلا فلان روش درسته، این چه کاریه، ما منابع از بین میبریم، محیط زیست تخریب میکنیم، انرژیمون رو هدر میدیم. و یا کشورهای در حال توسعه ببینید خیلی به این اعتراض دارن، میگن ما با این داروها به این داده‌های آزمایشی بهشون نیاز داریم. باز در این خصوص اون توازنه سعی شده در سطح بین‌المللی به این صورت برقرار بشه که تحت شرایط خاصی دولت‌ها ملزم شدن از داده‌های آزمایشی حمایت کنن. این شرایط مثلا در تریپس 4 تا شرط پیش بینی شده. گفته اگر این داده‌ها تقدیمشون به مرجع صالح ضروری بوده باشد، اگر محرمانه بوده باشد، اگر به یک ماهیت شیمیایی جدیدی مربوط باشند، اگر برای تولیدشون تلاش قابل ملاحظه اختصاص پیدا کرده باشد، اینا میشن تست دیتا و دولت‌ها میتوانند از اینها در برابر استفاده تجاری غیر منصفانه یا در برابر افشا حمایت کنند. گفته یعنی باید این کار. حالا عمدتاً هم مثلا آمریکا، ژاپن و بقیه به این حوزه ورود پیدا کردن و حمایت‌های رو پیش بینی کردن. در کشور ما هم قانون حمایت از مالکیت صنعتی 1403 در ماده 127ش گفته که مراجع ذی صلاح موظفن از اسرار تجاری که برای انجام اموری مانند آزمایش یا اعطای مجوز از اشخاص یا مؤسسات دریافت می‌کنند محافظت کنند، در غیر این صورت مسئولیت مدنی خواهند داشت. ایرادش اینه که گفته از اسرار تجاری، تست دیتا لزوما اسرار تجاری نیست. میتونه اسرار تجاری قلمداد بشه، میتونه اسرار تجاری قلمداد نشود. ضمن اینکه باز تست دیتا اگر اسرار تجاری محسوب بشود مدت حمایتشون مادام العمر خواهد بود. مادامی که افشا بشون میشون اسرار تجاری باید ازش حمایت بشه. در حالی که در تست دیتا ما به خاطر ملاحظات سلامت عمومی نهایت مدت حمایتی که براشون داریم 5 ساله، بیشتر از این نیست. تست دیتا باید وارد حوزه عمومی بشه، شرکت‌ها، مؤسسات، اشخاص بتونن از این راحت‌تر استفاده کنن. بنابراین هم مثلا یکسان دانستن تست دیتا با اسرار تجاری خیلی درست نیست. در مورد موضوع بعدی بحث اختراعات دارویی است که دوستان آقای دکتر مدرسی راجبش بیشتر توضیح خواهند داد.
در مجموع یکی از بزرگترین لابی‌های تاثیرگذار بر تصویب تریپس لابی دارو بوده در کشورهای مختلف دنیا، از آمریکا گرفته در جای دیگر. و البته از لابی که صحبت می‌کنیم بهشون نمی‌خوام اهانت و فحاشی نیست، چون تو کشورمون لابی یه بار منفی داره. لابیگری در کشورهای پیشرفته مؤسسات تخصصی هستن، مجوز دارن، مثل شرکت‌های حقوقی که کار میکنن، اینا کارشون لابیه. در حوزه‌های مختلف هم کار لابی انجام میدن. بعضی از اینا تخصصشون در حوزه دارو. حالا در مورد اینکه خب اصل دارو به اخراج دارو حمایت بشود یا نشود، چالش‌های زیادی در وجود داشته که به اونها اشاره نمی‌کنم. الان صحبت سر شرایط حمایت از اختراعات دارویی است. اون شرایطی که برای حمایت وجود دارد چگونه در مورد اختراعات دارویی احراز بشود. و از این مرحله که عبور بکنیم، در مورد داروهای اساسی چالش‌های جدی وجود داره. سازمان جهانی بهداشت فهرست داروها رو داره، از دولت‌ها میخواد که از مالکیت‌های فکری برای حمایت از داروهای اساسی استفاده نکنند. روش‌های دیگری استفاده کنند برای جبران سرمایه‌گذاری تو این زمینه. خود سازمان جهانی بهداشت هم تو این زمینه پیشنهادهای دیگری ارائه داده. داروهای یتیم رو داریم ما در بحث به ویژه ثبت اختراعاتشون. داروهایی هستن که چون بیماران کم دارن شرکت‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنن، طبیعتاً دولت‌ها باید خودشون بیان توی زمینه از بودجه عمومی سرمایه‌گذاری کنن تا این داروها در دسترس قرار بگیره. کسانی که بیماری‌های خاص، بیماری‌های نادر رو دارن بتونن به داروها دسترسی داشته باشن. و کاربردهای جدید دارویی که اشاره کردم، خب کشورهای توسعه یافته همه دنبال این هستن که از این کاربردهای جدید دارویی حمایت بکنن. زمان کرونا هم همینطور بود. ولی از اون طرف هم کشورهایی هستن که مثل قانون خود ما میگه نه، از کاربردهای جدید دارویی نباید حمایت بشود. و البته منافع کشورها در حال توسعه این است که تا جایی که میتونن از این داروها بتونن خوب استفاده کنن. حوزه اختراعات بیوتکنولوژیک رو داریم که باز من به چالشاش اشاره میکنم، زیاد بحث رو طول نمیدم. در حوزه اختراعات بیوتکنولوژیک باز ما چالش‌های مختلف داریم به خاطر سلامت عمومی، گاهی مواقع سلامت فردی، به اصطلاح از ثبت اختراعات حوزه بیوتکنولوژیک یا خودداری شده یا شرایط دیگری، شرایط خاص و شرایط ویژه‌ای براشون وظیفه. مثلا ثبت ژنوم انسانی در یک دوره زمانی در نتیجه تلاش‌های حقوق بشری ممنوع شد. گفتم کل ژنوم انسانی نمیشه به معنی اختراع ثبت کرد. در مورد فرایندهای انسانی خب چالش‌های جدی و زیادی وجود دارد که در حال فرایندهای زیستی یا اساساً زیستی قابل ثبت نیست. ولی که یک فرایندی از حالت اساساً زیستی خارج میشه و منتسب به انسان میشه تا حدی، اینجاست بحث وجود داره و چالش وجود داره. برخی کشورها میگن مثلا باید این دخل تصرف یا مهندسی جدی صورت گرفته باشد تا بتونیم از این حمایت کنیم. بنابراین دخل تصرف‌های جزئی در فرآیندهای زیستی ما حمایت نمی‌کنیم ازش تا دانشمندان، حوزه پزشکی، داروسازان راحت‌تر بتونن از این فرآیندها استفاده کنن. همینطور در حوزه فرآیندهای زیستی مثلا استحصال ژن، جدا کردن، ایزوله کردن ژن‌ها، اجزای ژن‌ها. در حال حوزه سلامت دنبال این هست که به ویژه اونایی که از نگاه حقوق بشری به موضوع نگاه میکنن که از این اصلا حمایت نکنن به عنوان نوآوری، به عنوان اختراع. ولی کسانی که تو این زمینه سرمایه‌گذاری مادی کردن، نگاه مالکیت فکری دارن، دوست دارن کوچکترین نوآوری که تو این زمینه دارن رو در ذیل مالکیت‌های فکری به عنوان اختراع، به عنوان اسرار تجاری ازش حمایت کنن. و حالا موارد حوزه ژن درمانی الان یکی از چالش‌های خیلی جدی است، هم ژن درمانی و هم حوزه سلول درمانی. به ویژه حوزه ژن درمانی که آیا این روش درمانی باید به عنوان یک روش درمان بیماری انسان از قلمرو حمایت کلاً استثناء میشود یا اینکه نه، باید به اصطلاح تحت شرایط خاصی یا در حوزه‌های خاصی از این حمایت بشود. چون حوزه نسبتاً جدیدی هست، دیدگاه‌های موافق و مخالف جدی وجود داره. وزارت بهداشت ما مجوز استفاده از ژن درمانی رو در کشور ما صادر کرده. منتها من شخصا پتنت خاصی تو این حوزه ندیدم، حالا نمیدونم شاید هم صادر شده باشه. اختراعات مرتبط با سلامت انسان و حریم خصوصی باز یک حوزه دیگر است، موضوع مهمی است
در کشور ما باز البته ندیدم مثلا اداره ثبت اختراعات اینها به این ورود پیدا کرده باشد، ولی در کشورهای دیگر مثلا در آمریکا یا جای دیگر جایی که اختراعی میخواد ثبت بشه، دوستان میدونید شرط ثبت اختراع افشا هست و جایی که اختراع از بدن انسان استحصال شده یا در نتیجه به اصطلاح انجام روش‌های، کاوش‌های، آزمایش‌هایی در بدن بیماران به دست اومد و شخص برای اینکه افشا رو انجام بده ناگزیر هست که مشخصات بیمارانشون رو افشا بکنه، ولو مشخصات رو به نحو ضمنی بخواد افشا بکنه، مشخصات بیمارانشون لو بشه، آشکار بشه. در اینجا ما تعارض بین به اصطلاح محرمانگی بیماران رو داریم یا تعهد اشخاص مثلا پزشکان، اشخاص به رازداری پزشکی و از اون ورم صحبت سر به اصطلاح ثبت اختراع، ثبت نوآوری است. این به حریم خصوصی بیماران میگم به قدری مهم هست برای حوزه سلامت که حاکم میشه، مقدم میشه بر بحث ادعای مالکیت، چون اگر ما اجازه دهیم حریم خصوصی بیماران افشا بشه و رازداری پزشکی اینا لطمه ببینه، اشخاص در این صورت ممکنه به سمت نظام سلامت و به سمت پزشکان و انجام آزمایشات نروند یا در قراردادهای مربوطه و اینها شروط ابراء و رضایت امثال ذالک بخوان این شرط خاصی رو پیش بینی کنن. آخرین نکته که باز اجمالا میخوام بهش اشاره بکنم مربوط میشه به استثناهای نقض. خب این استثناهای نقض هم کشورهای مختلف، بندهای مختلف در قوانین خودشون پیش بینی کردن برای حمایت از سلامت عمومی. یکی از این استثناها همونطور که اشاره کردم مربوط میشه به اصطلاحاً بهش میگن استثنای نقض پیش از موعد یا استثنای به اصطلاح بلار میگن تو بعضی از سیستم‌های حقوقی و به هر حال هدف این است که به برخی از شرکت‌ها اجازه بدهد پیش از اینکه مدت حمایت از مالکیت‌های فکری مثلا یک دارو تمام بشود، این بتواند کاری راجع به اون دارو انجام بدهد که علل اصول اون کار نقض محسوب میشه. مثلا بتونه اطلاعات اون دارو رو که چون افشا شده دریافت میکنه و خودش میخواد تولید بکنه، اون رو بسازه، اصولا نقض محسوب میشه این کار. ولی تحت شرایطی کشورها میتونن در قوانینشون این استثنا رو پیش بینی کنن. قانون ما به نحوی پیش بینی کرده. ساخت داروهای ترکیبی تک نسخه‌ای به خاطر اهمیتی که دارن این داروهای تک نسخه‌ای اجازه داده شده، هرچند که مکانیزمش خیلی تو قوانین ما پیش بینی نشده. من چنین چیزی رو تو کشورهای دیگر هم تو قوانینشون چنین استثنایی رو ندیدم به این صورت. بحث کاربرد داروهای ثبت شده، یعنی داروی ثبت میشه و تو یک شخصی میاد عیناً برای همون دارو کاربردهای دیگری پیدا میکنه. مثلا زمان کرونا برای داروی مقابله با بیماری مالاریا اومدن گفتن که برای مقابله با کرونا هم کاربرد داره. یا حوزه‌های دیگر هم کم و بیش بحثو داره. کشورها در حال توسعه اکثرا تلاش کردن بگن نه، کاربرد جدید رو ما به عنوان اختراع به رسمیت نمیشناسیم تا راحت‌تر از اون استفاده بشه. از اون طرف هم کشورهای توسعه یافته مثل آمریکا و اینا میگن یا اعتقادشون بر این است که از این کاربردهای جدید باید حمایت بشود. و حوزه دیگر مربوط میشه به بحث لیسانس اجباری. لیسانس اجباری هم موضوعی است که خب هم کشورهای توسعه یافته ازش استفاده میکنن، هم کشورهای در حال توسعه. یکی از کاربردترین حوزه‌های لیسانس اجباری مربوط میشه به بحث اختراعات دارویی یا حوزه سلامت که دولت‌ها میتوانند برای تنظیم بازار، برای وارد کردن دارو به اندازه کافی به بازار از این مکانیزم لیسانس اجباری استفاده بکنن که متاسفانه در کشور ما با اینکه قانون این اجازه داده، من تا حالا ندیدم در این خصوص حتی یک لیسانس اجباری صادر شده باشه، با اینکه ما هم در قانون 1186 مکانیزمش رو داشتیم، هم در قانون جدید این موضوع داریم. علت این که چرا لیسانس اجباری صادر نمی شود در کشور من خیلی برای من قابل توجیه نیست، چون مثلا هند که خب لیسانس اجباری خیلی زیاد صادر میکنه، بعضا توجیهاتی که داره برای استفاده از لیسانس اجباری همون توجیهات اینا در کشور ما وجود داره، ولی از این راهکار قانونی ما استفاده نمی‌کنیم. شاید اگر بتونیم استفاده کنیم میتونیم خیلی از داروها را به قیمت مناسب، به قیمت خیلی کمتری در بازار تولید بکنیم و در دسترس قرار بدهیم.
من بحث خودم رو همچه خاتمه میدم چون فرصت برای بقیه اساتید محترم باشه. اگر دوستان با سوالی نکته داشتن در خدمتشون هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من اول از همه تشکر میکنم از همه دوستان و بزرگوارانی که این زمینه رو فراهم کردن که این نشست رو امروز داشته باشیم. خب یه مقدار صحبت کردن بعد آقای دکتر انصاری خیلی سخت هست، چون ایشون تقریبا به موجزترین شکل ممکن چارچوب در واقع ملاحظات بحث صنعت دارو در قانون حمایت از مالکیت صنعتی جدید رو بیان فرمودن، لذا کلام برای این نفر بعد ازشون همیشه تنگ میشه و این همیشه هم وجود داشته، ناشی از در واقع احاطه ایشون است. لذا من عرایزم رو محدود میکنم. اول از همه عنوانی که انتخابم بحث تحلیل اقتصادی مالکیت فکری و رقابت در بازار دارو، چالش‌های حقوقی بازار ایران هستش. واقعا این موضوع اولی نبود که من انتخاب کرده بودم، ولی بعدش یه مشورتی با استادم جناب دکتر جعفرزاده کردم، یه سوال بنیادین پرسیدن. گفتن موضوع اولی من بحث مربوط به در واقع اختلاف نظر در دو سوی آتلانتیک برای حمایت از روش‌های جراحی بودش. بعد یه نکته رو مطرح کردم، خب حالا برای نظام حقوقی ما خیلی زحمت کشیدی، فهمیدی چه میگویند و میتونه خوب بازبیانش کنی، چه مشکلی از ما رو حل میکنه و تقریبا یه 36 ساعتی هست ما رو هیچ مشکلی از ما رو حل نمیکنه، چون جراحان در کشور ما انگیزه کافی مالی دارن. اگر من براشون یک در واقع پتنت در نظر بگیرم، مشوق مالی مازادی نیست که برای من ارزش افزوده ایجاد بکنن. لذا کلا از بحث در واقع منصرف شدم بنا به این سوال بنیادین و چالش برانگیز. خب قبل از اینکه بپردازم که این موضوع چرا اهمیت داره، بعد این چرا بازار دارو پیشروترین حوزه صنایع مرتبط با علوم پزشکی ما هستش. یعنی چی؟ ما هم از اندازه صادرات در صنایع علوم پزشکی نگاه کنیم، بالاترین میزان صادرات ما ماده اولیه دارویی و دارو هستش. توی حالا حوزه‌های سلامت عرض می‌کنم. نکته بعدی اندازه بازار قابل توجهشه. ما یک بازار بسیار قابل توجه دارو داریم که این بازار قابل توجه دارو این چند سال اخیر رو حذف بکنیم، تقریبا تقاضا توش بیکشش بوده. به زبان ساده یعنی چی؟ طرف ممکن بود غذاش رو کم بکنه، لباس نخره، ولی دارو رو همیشه می‌خرید. این چند سال اخیر رو استثناء می‌کنم چون متأسفانه ما در شرایطی قرار گرفتیم که حداقل نسبت به یک سری از داروها تقاضا کشش پذیر شده و این یک فاجعه انسانی است. این طرف تصمیم می‌گیرد برای مصرف دارو بر اساس قیمت. نکته بعد این است، گفتم چرا بازار دارو رو انتخاب کردم. چرا ایران؟ واقعیت اینه که چون من در کشوری دارم زندگی میکنم که در 20 سال اخیر سرانه درآمد ملی به طور مستمر کاهش پیدا کرده و اصل مصرف دارو تبدیل شده به یک انتخاب. یعنی من در مرحله انتخاب قرار میگیرم دارو مصرف کنم یا نه، و این چیزی در خیلی از کشورهای نه تنها توسعه یافته، کمتر توسعه یافته هم ما کمتریم و این فاجعه انسانی است. لذا منی که دارم مسئله رو مطرح میکنم باید این توی ذهنم باشه. و مسئله کشور من به لحاظ حقوق رقابتش چی هسته؟ حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری در صنعت دارو این هستش که میزانی از داروهایی که تحت در واقع پتنت های معتبری دارد، حتی پس از انقضای پتنت من میبینم همچنان رقیب ژنریک ساز جدی در بازار ندارد. این مسئله من هستش امروز، ولی 1984 مسئله آمریکایی‌ها بود. پس من وقتی این مسئله در بازار خودم میبینم، نگاه به بقیه دنیا هم با همچین چالش مواجه شدن. وقتی که ژنریک سازی حتی پس از انقضای مدت پتنت وارد بازار نمیشود، به چه دلیله؟ اینو میخوام امروز در واقع تحلیل بکنم و حالا در حدی که وقت اجازه میده به من. قبل از اینکه آشنا بشیم در واقع این چارچوب تحلیل رو بیان می‌کنم، باید ساختار بازار دارو رو در دنیا بشناسیم و نقش مالکیت فکری در این ساختار. ما دو تا مرحله داریم. مرحله اولمون بحث تحقیقات هست. تحقیقات خودش دو جزئه. یک تحقیقات رو ماده مؤثره دارو هستش. ما اگر قسمت خیلی هزینه برش هست، یه ماده، هر دارو یک یا چند جزء ماده مؤثر داره. اون در واقع ماده مؤثره یا API دارو ماده‌ای هستش که اثر در بدن داره، اثر اون درمانی رو داره، ولی این به تنهایی قابل استفاده نیستش. یک باید شما به تحقیقات ادامه بدی، به شکلی برسونی که قابل استفاده برای انسان
باشد اون ماده مؤثره و در ثانی قابل تولید هم باشه. ممکنه شما به یک ماده مؤثره برسی ولی مسئله اینجاست که عملاً هزینه‌های تولیدش آنقدر بالاست با تکنولوژی فعلی که قابل عرضه به بازار نیست. از تحقیقات اونورتر نمیره، نه به سبب مؤثر نبوده، به سببی که امکان تولید اقتصادی براش در حال حاضر وجود ندارد. این فاز اولش هست. مرحله دوم، مرحله‌ای که شما این دو تا مرحله طی کردی، یعنی به دارویی رسیدی که ماده مؤثرش به لحاظ علمی ثابت شده، اثر درمانی داره، امکان تولید تجاری داره و برای همه این دو مرحله تحقیقات هزینه‌های قابل توجهی انجام دادی. میای برای عرضه توی بازار. برای عرضه توی بازار دو تا مرحله دیگه داری. یکی اخذ مجوز از رگولاتوری هستش و دو بازاریابی برای مصرف کننده. ما بسیاری از داروها داریم که اخذ مجوز هم گرفته و مجوز هم اخذ کرده ولی امکانی برای بازاریابی پیدا نکرده. این داروها نهایتاً میرن در واقع تحت لیسانس برندهای معتبر تولید میشوند. خب این ساختار بازار هستش. حالا میخوایم این مالکیت فکری در این ساختار بازار چه تأثیری داره. برای مرحله نخست ما به طور کلاسیک در سر کلاس میگیم اسرار تجاری داریم، حق اختراع داری، منابع دستورزی شده ژنی یا بگیم در واقع genetically modified organs داریم که به شکل حیوانی هستش یا میکروارگانیسم ها. تو مرحله دوم مرحله هستش که عرضه به بازار هم علائم تجاری و طرح‌های صنعتی است. یه مثال میزنم که روشن بشه و بعد طرح مسئله‌ام رو انجام بدم. توی مربوط به منابع دستورزی شده ژنتیکی چرا اهمیت داره؟ ما الان ایران یکی از بزرگترین تولید کنندگان پادزهر، یکی از صادرات محدودی بسیار محدودی که ما به ایالات متحده آمریکا داریم پادزهره. پادزهر الان داره از چی تولید میشه؟ از در واقع حیواناتی مثل اسب یا این قبیل حیوانات رو پرورش میدن و پادزهرها رو از سرم خون این افراد، این در واقع حیوانات استخراج میکنن. حالا اگر من بتوانم میکروارگانیسمی توسعه بدهم که پادزهر رو تولید بکنه، چقدر هزینه پادزهرم پایین میاد؟ برای مقدار اندکی پادزهر مجبورم 4 تا اسب پرورش کنم. اونجا کل پادزهرم در لوله آزمایش تولید میشه. میخوام اهمیتش در قیمت نهایی رو عرض بکنم. توی مرحله دوم ممکنه کمتر به ذهنتون ما علامات تجاری چه فرقی داره. من استامینوفن، حتی استامینوفن هم خودش نام تجاری است، نام ژنریک پاراستامول هست، میخوام مصرف بکنم، واقعا تأثیری داره؟ خب میگیم یه تاثیرش مطلوبیتی است که در نتیجه برند. همینطور که من وقتی این لباسم روش به طور فکر میزنم بوچیه احساس خوشی بهم دست میدهد، همون توی دارو هست. ولی اگر همین بود قابل اغماض بود. در داروی اتفاق دیگه که میفته این هستش که اثر درمانی داره این برنده و این در مطالعات تجربی ثابت شده. وقتی پلاسبو میتونه پلاسبو یعنی دارونما، در این از پژوهش‌ها ثابت شده دارونما از دارویی که کشف شده اثر بیشتری داشته. پس برند حتی نوع بسته‌بندی در زمان کرونا ما مشکلی که داشتیم این بودش که این بلیستر دارو که وارد می‌شدش، این آلومینیوم پشتش یک آلومینیوم بسیار نازک بود که وارداتی بود. این مدت در واردات اینا مشکل داشتیم. خب اولین راهکاری که به ذهن رسید خب همین قرص رو چیکار کنیم؟ تو قوطی توزیع کنیم. قوطی که پلاستیکی تو ایران در واقع توزیع میشه. کسایی که توی بازار دارو ایران فعالیت میکنن گفتن آقا این دارو توی قوطی به فروش نمیرسه. مثلا تعجب نمیکنه طرف مصرف کننده ایرانی وقتی که بلیستر رو باز میکند به اون دارو اطمینان بیشتری داره. گفتم خب اشکال نداره دارو رو بهش بدیم بهش برسه. گفت آقا فکر نکن که اثر درمانیش یکسانه ها. مطالعات تجربی نشونه حتی اثر درمانی بسته‌بندی دارو اثر درمانی داره. وقتی ما به بیمار دارونما دادیم حالش خوب شده. دیگه بسته‌بندی که به طریق اولای همچین وضعیتی داره. خب این ساختار خیلی خیلی خلاصه از بازار دارو و مالکیت‌های فکریش هستش. این بسته‌بندی دارو در قالب طرح‌های صنعتی خیلی وقت‌ها ثبت می‌شود. البته انقلتی نسبت بهش وجود داره. اما چه چالش‌هایی داریم تو صنعت دارو در حوزه مالکیت فکری که با اختراعات که با اختراعات در بقیه صنایع متفاوت است. اینم حقیقتاً ماحصل در واقع تجربه چند ساله من هست. چند سال من بخش در واقع کارهای حقوق تجارت بین الملل و مالکیت فکری هلدینگ تیپیکو رو انجام میدادم. این بخش دولتی است که زمان بزرگترین تولید کننده زنجیره داروی ایران بودش و این مسائل را از یه تعداد از این چالش‌ها رو از اونجا استخراج کنیم. اینا چالش‌هایی است که من نمیخوام به چالش‌هایی بپردازم که نسبت به هر اختراعی قابل طرح هستش. اختراعات یه عالمه چالش داره
نمیخوام به اون بپردازم. فقط چالش هایی که اختصاصا حوزه دارو در اختراعات داره، 6 تا چالش داره. یک، در حوزه دارو شما بخواید حق اختراع ثبت بکنید ناچارید بین المللیش بکنید. همینطور آقای دکتر فرمودن لابی، اصلا لابی اگر نباشد در بین المللی کردن حقوق اختراعات دارویی خیلی از ابداعات اساسا امکان سرمایه گذاری نداره. چرا؟ یک، اصلا انجام نمیشه. هزینه تحقیقات حوزه دارویی خیلی سنگینه، طولانی مدت، نرخ شکستش هم بسیار بالاست، گاهی وقتا به دلایل خیلی جزئی نرخ شکست میخوره. خب ما فرض کنیم یه دارویی در دانمارک داره در واقع داره چی میشه؟ توسعه پیدا میکنه، در کشور خودش ثبت میشه. اگر امکانات ثبت و حمایت بین المللی رو نداشته باشه به سادگی چه اتفاقی میفته؟ آیا جمعیت دانمارک یه درصدش ممکن از این دارو استفاده کنن؟ اساساً میتونن ریکوپ بکنن هزینه‌های تحقیقات رو؟ برای همین هم از در واقع قوی ترین لابی بین المللی کردن اختراع صنایع دارویی، چون بدون این خیلی از تحقیقات انجام نمیشه. یه تحقیقات انجام شده که یک سری از داروهای جامعه آمریکا که یکی از ثروتمندترین جوامع دنیاست، مضافاً بر این که خیلی هم نوآوره، آیا میتواند هزینه تحقیقات یک سری از داروها رو با در واقع عرضه در داخل کشور تامین کنه؟ دیدن خیلی از تحقیقات این کار قابل انجام نیست. پس لازمی سرمایه گذاری که شما بتوانی به راحتی حمایت فرامرزی بگیری. این شاخه‌ای که برای مثال تو تولیدات صنعتی شما اینقدر بهش وابسته نیستی، شما بتوانی یه پتنت ارزان بزرگتون حوزه صنعتی ثبت کنی، فقط توی آمریکا هم بفروشی، به عنوان یک کشور ثروتمند با جی دی پی بسیار بالا میتونی هزینه‌ت رو ریکوپ بکنی، بقیه‌اش سود اضافه است. ولی صنعت دارو با عرضه توی کشور اصلا نمیتونه ریکوپ بکنه، پس مجبور بین المللی باشه، مجبوره، یک آپشن براش نیست. نکته دوم، امکان استفاده اندک از اسرار تجاری است. صنایع غذایی این مشکل رو نداره. چرا؟ صنایع غذایی اساسش در واقع مالکیت فکریش اسرار تجاری هستش، چون مردم وابسته به طعم‌ها هستن و حدود افشا توش خیلی محدود هستش. این باعث میشه شما به اون نوآوری که رسیدید بتونید در چارچوب اسرار تجاری حفظ بکنید. اما وقتی به دارو میرسه شما مجبور هستی یک پرونده تحت عنوان CTD یا The Common Technical Document، یعنی از روز اول هر اتفاقی افتاده باید داکیومنت بکنید تا روز آخر. این CTD میگن محرمانه است، شما به رگولاتور دارویی هر کشوری میدید، ولی دیگه ما از آمریکا که جلوتر نیستیم دیگه. توی آمریکا سال 1986 تحقیق شده چقدر فساد قابل توجهی وجود داره. چرا؟ چون اسرار تجاری حمایتش فقط از چیه؟ از طریق حفظ محرمانگیش هست. خب من اگر یک راهنمایی بگیرم از CTD بعد بگم خودم به این نقطه رسیدم، چه اتفاقی رخ میده؟ اسرار تجاری به راحتی چی میشه؟ افشا میشه و قابل دسترس میشه. خب اتفاقی که میفته این هستش، من مشکلم توی همون CTDه. برای که مجوز بگیرم باید CTD بدم. CTD هم وقتی یه سر تجاری از من خارج شد ولی آنکه دولت باشه احتمال افشاش بسیار بالا میاد. در نتیجه هیچ در واقع داروسازا روی این قضیه هیچ وقت ریسک نمی‌کنن. دارو رو قبل از این که حتی به مراحل توسعه یافته برسه میرن به عنوان پتنت ثبت میکنن. پس و توی صنعت دارو باید همه جزئیات رو هم توی CTD ذکر کنم. پس عملاً یک قسم مالکیت فکری از دسترسشون خارج میشه، چیزی که در صنایع دیگر میشود به عنوان اسرار تجاری حفظ کرد، رقبا رو از نزدیک شدن به دارایی فکری دور کرد، در صنعت دارویی امکان استفادهش کمتر خواهد شد. مورد سومی که باز خاص نظام ما هستش، عدم استفاده از نظام خاص برای میکروارگانیسم هاست. مثال پادزهر که مثال زدم، ما در نظام فعلیمون این رو حواله دادیم به اختراعاتی که شروط بسیار سخت داره، ولی وقتی به منابع حیوانی و گیاهی میرسیم 2 تا قانون خاص داریم. ولی اونا رو چرا خاص کردیم؟ چون می‌خواستیم نظام سختگیرانه اختراعات نسبت بهش اعمال نشود. ولی به میکروارگانیسم ها میرسیم که اتفاقاً ارزش افزوده بسیار بالایی در آینده داره. این رو چیکار کنیم؟ مشمول اختراعات بنویسیم. چالش چهارم ما مدت زمان اندک بهره برداری انحصاری از بازاره. چرا میگم اندک؟ ما وقتی داریم صحبت میکنیم از اختراع، در نظام حقوقی ما گفتیم 20 سال هست از زمان ثبت اظهارنامه. توی صنعت تلکامیونیکیشن وقتی داریم بررسی می‌کنیم، همین موبایل هایی که دست هممون هستش، 5 سال دیگه یا 10 سال دیگه این موبایل هامون چه ارزشی داره؟ قابل استفاده است اصلا؟ پس 20 سالی هم که داره بهشون پتنت میدن، عملاً هیچ بهره برداری از این استفاده 20 سال نمیکنه.
حالا میایم تو صنعت دارو همه چیز برعکس میشه. شما اول از همه نیازمندی که پژوهش‌های اولیت توسط ارزیابان مستقل در ژورنال‌های معتبر ارزیابی بشه، داوری بشه. بعد شروع کنید تحقیقات کنید من چگونه ماده مؤثرم رو عرضه کنم. بعد میری توی رگولاتوری 10 سال مراحل مختلف از آزمایش‌های این ویترو یعنی آزمایش‌های داخلی شیشه و این ویوو. این ویوو رو تو واکسن کرونا دیگه همه آشنا شدیم. چند مرحله داره، روی حیوان هستش، جمعیت محدود، جمعیت گسترده تا مرحله سوم. این ممکنه چند ده سال اصلا طول بکشه. من زمانی که میرسم به بازار ممکنه پتنتم منقضی شده باشد یا خیلی مدت کمی باقی مونده باشه از پتنتم. پس عملا مدت زمان استفاده انحصاری بسیار کاهش پیدا میکنه. این در حالی هستش که بعضی از صنایع اصلا به 20 سال احتیاج ندارن و بعضی از صنایع توی این در واقع 20 سال این اتفاق براشون نمیفته. ویژگی پنجمی که نظام اختراعات و صنایع دارویی در واقع به چالش میکشه اثر مالکیت‌های فکری در مرحله بازاریابی است. ما فکر می‌کنیم فقط مطلوبات ناشی از بازاریابی داره. مطالعاتی که روی پلاسبو یا دارونما نشون داده شده این نیستش که برندها فقط رضایت در مصرف کننده ایجاد می‌کنه. برند و بسته‌بندی واقعاً اثر درمانی داره. یعنی من دوست خودم ماکس پلانک تحقیقات می‌کردش، 2 سال تحقیق کرد، گفت مثلا من 4% 5% این مولکولی که در واقع کار کردم بهتر از پلاسبو عمل کرد. گفت باز دوباره بودجه گرفتم، گفتم اینو درستش بکنیم بهتر بشود. بار دوم که بودجه گرفته گفت پلاسبو از داروی من بهتر عمل کرد. روی بیماران سرطانی عمل کرد. ولی این پروژه متوقف شد. این تبدیل شد به بحث اثر داروی پلاسبو در واقع بیماران یک سرطان خاصی. ویژگی ششمی که اختراعات پس مطلوبیت ناشی از مالکیت‌های فکری بازاریابی در صنعت دارو اثر کارکردی داره. این توی صنعت دیگه ما نداریم. ویژگی ششم ارزش بالای پس از قرار گرفتن در حوزه عمومی هستش. الان پتنت هایی که برای موبایل صفحه نمایش در واقع تاچ ثبت شده توسط سامسونگ، اپل، این شرکت ها الان وقتی در حوزه عمومی قرار بگیره چند سال بعد فکر میکنید چقدر ارزش داشته باشه؟ زمانی که ما گجت های پوشیدنی داشته باشیم، زمانی که در حوزه عمومی قرار میگیره معمولا دیگه ارزش زیادی نداره چون 20 سال بعد ثبتشه. ولی پتنت های دارویی اینطوری نیستن. تو صنایع سنگین زیمنس یک شفت ژنراتوری داره طراحی میکنه، راندمان بهتری داره، 20 سال بعد 10 نسخه از این بهتر رو داده. ولی در خصوص داروها ما الان داروهایی داریم استفاده میکنیم همچنان در بازار که چند ده سال قبل کشف شدن. انسولین همین ویژگی رو داره. انسولین گلارژین همین انسولین بلند مدت همین وضعیت رو داره. خواهش میکنم. این چالش های حوزه در واقع تفاوت های بحث صنعت دارویی رو عرض کنم از حیطه اختراعات با بقیه صنایع. این چالش ها میطلبه که ما قواعد دارویی متفاوتی داشته باشیم که حالا اگر فرصتی شد بهش میپردازیم. ممنونم. متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز. تشکر میکنم از دستاندرکاران این جلسه آقای دکتر انصاری که همونطور که آقای دکتر مدرسی فرمودن با احاطه‌ای که در حوزه‌های نوین دارن بعد از صحبت کردن ایشون خیلی سخت میشه صحبت کرد. حالا ما با اون دیدگاه قضایی که داریم سعی میکنیم موضوعمون رو به صورت چالشی مطرح کنیم. من متمرکز میکنم موضوع رو بر اختراعات دارویی و علائم تجاری دارویی. اولین سوالی که میتونیم بهش بپردازیم یه پارادوکسه که توی ذهن ما ایجاد میشه، اینکه چطوری ما میتونیم بین حقوق انحصاری یه شرکت داروسازی برای سودآوری از نوآوری‌های حیاتیش و حق اساسی همه انسان‌ها برای دستیابی به این نوآوری‌های دارویی و سلامتی تعادل برقرار کنیم. ببینید هر جایی صحبت از حقوق مالکیت فکری میشه بایستی پابلیک اینترست رو ما در نظر بگیریم. ما به دنبال اینیم که بین منافع سرمایه گذار و کارآفرین از یه طرف و منافع جامعه از طرف دیگه یک موازنه عادلانه ایجاد کنیم. در این قسمت هم همین موضوع مطرح میشه.
این پارادوکس جوهری اصلی چالش‌های حقوق مالکیت فکری در صنعت دارو هستش. همونطور که آقای دکتر انصاری فرمودن، اومدن استثناءات این حوزه رو مطرح کردن، کما اینکه ازشون در دعاوی به دیفنس یا دفاعیات هم ازشون صحبت میشه. من یه خلاصه‌ای میگم از این موضوعاتی که به ذهنم میرسه و اهمیت موضوع. آقای دکتر مدرسی در مورد صنعت داروسازی و اهمیتش و پر ریسک بودن آرندی تو این حوزه صحبت کردن. منم یکی دو جمله در این خصوص میگم و بعد به مسائل چالشی این حوزه خواهم پرداخت. صنعت داروسازی همونطور که گفتن یکی از پیچیده‌ترین. چرا در مورد داروسازی صحبت میکنم؟ چون خیلی با پرونده‌های حوزه درمان مواجه نبودیم. یعنی چالش حوزه مالکیت فکری در حوزه درمان رو من باهاش مواجه، شاید بگم صفر بوده پیش ما، ولی در حوزه داروسازی پرونده‌های زیادی داریم، هم مربوط به علائم تجاریشون، هم مربوط به اختراعاتشون که اون بحث اینونتیو استپشون خیلی چالش برانگیز هستش. یعنی اون بحث گام ابتکاری که توضیح خواهم داد و بررسی این موضوع خیلی چالش برانگیز و پیچیده و سخت هستش. صنعت داروسازی یکی از پیچیده ترین و پردرآمدترین صنایع جهانه و حقوق مالکیت فکری سنگ بنای مدل کسب و کارشه. یعنی من یه شرکت داروسازی پیش من اومده و پرونده رو مطرح کرد و خیلی جالبه، یک علامت تجاری رو اینها داشتن که تمدید نشده بود. حالا موضوع رو مثال میزنم و این علامت تجاریشون من توی این پاورپوینت هم نیاوردم چون رأی قطعی نشده، شاید بیش از 1000 میلیارد تومان ارزش داشت و این علامت تجاری رو تمدید نکرده بودن. میخوام بگم که اینها بهشون گفتم اگر شما علامت تجاری، این علائم تجاری، این اختراعاتتون رو نداشته باشین دیگه چی دارین؟ گفت هیچ. و از این آقای دکتر فرمودن که توی شرکت‌های داروسازی باید اتاق فکر مالکیت فکری داشته باشن، مرکز مالکیت فکری داشته باشن و این خیلی بهشون کمک میکنه. من با چالش یک مورد نیست آقای دکتر، چندین مورد اینجوری ما داشتیم، حتی در مورد اختراعاتشون و مسائل دیگهشون این موضوعات رو داره. این حوزه محل تلاقی حقوق قراردادها، حقوق رقابت، حقوق بین الملل، حقوق سلامت عمومی و البته IP هستش. اختراعات دارویی همونطور که گفتن هزینه‌های سنگین آرندی و ریسک بالای شکست در صنعت داروسازی توجیه اصلی برای حمایت قوی از اختراعات تو این حوزه است. همونطور که میدونیم که اصل بر عدم انحصار هستش که در اصل 43 قانون اساسی ما هم بهش پرداخته شده، اما به دلیل منافعی که رژیم حقوق مالکیت فکری داره در سراسر دنیا این رژیم حقوق مالکیت فکری مورد پذیرش قرار گرفته و طبعا در این حوزه اختراعات دارویی هم توجیهات مربوطه وجود داره، چون اگر که این حقوق انحصاری رو به این شرکت‌های داروسازی که این تحقیقات گسترده رو و این آرندی با این هزینه‌های گسترده رو انجام میدن بهش این حقوق انحصاری داده نشه، انگیزه هاشون برای نوآوری‌های بعدی هم از بین میره. من یه جایی میخوندم بیش از در مورد یک موضوع 10,000 مولکول رو اینها مورد تحقیق و بررسی قرار میدن، بین این 10,000 تا 10 تاشون مجوز بالینی میگیره و در نهایت 1 یا 2 تاشون به نتیجه میرسه. چون این مثال رو میزنم که بخوایم بدونیم که این ریسک شکست در صنعت داروسازی خیلی زیاد هستش. خب من اولین موضوعی که میخوام بهش بپردازم یکی موضوع evergreening هستش و یکی هم بولار اگزمشن، موافقت تحقیقاتی. این شرکت‌های داروسازی وقتی یک پتنتی رو ثبت میکنن، یک اختراعی رو ثبت میکنن، دوست دارن از این اختراع انحصارات مدت زمان بیشتری از این انحصار استفاده کنن.
اینها میان با یه تغییرات اندکی، تغییرات جزئی توی ماهیت دارو، مثلا فرمولاسیون جدید ایجاد میکنن، نمک متفاوت، کاربرد جدید برای داروی قدیمی، به دنبال اخذ پتنت های ثانویه هستن و از این موضوع سوء استفاده میشه و دعاوی متعددی در این خصوص مطرح شده و این رو حتی یک رویه ضد رقابتی در نظر گرفتن و میشه به عنوان یک موقعیت مسلط و یک رویه ضد رقابتی هم ازش صحبت کرد. سوالی که اینجا مطرح میشه، یه سوال حقوقی دیگه ای که ما داریم اینه که آقا در حقوق ما آیا میتونیم مثلا به این چالش بپردازیم؟ جایی به این چالش اشاره شده؟ محدوده این موضوع بهش اشاره شده یا نشده؟ یا این هم یکی از رویه‌های جلوگیری از ژنریک شدن داروهاست؟ یک موضوع دیگه ای که میخوام بهش بپردازم در مورد اون بولار اگزمپشن که در ادامه من تو این اسلاید نیاوردم ولی اون رو هم توضیح خواهم داد. این شرکت‌های داروسازی به دنبال اینن که از این انحصاری که دارن توی بازار بیشتر استفاده کنن و همین باعث میشه قیمت‌ها هم پایین نیاد. یعنی اون کسی که میخواد وارد بازار بشه و از این دارو استفاده کنه باز هم با این موضوع مواجه میشه، با اختراع تکمیلی شرکت داروسازی مواجه میشه، باز هم نمیتونه از این استفاده بکنه و این 20 سال انحصار یه دفعه میبینید تا 30 سال ادامه پیدا کرده، تا 40 سال ادامه پیدا کرده با اون اختراع تکمیلیش. سوال دیگه‌ای که میشه مطرح کرد، آیا شرکت‌های رقیب میتونن بیان دعوای ابطال اون گواهینامه اختراع رو مطرح کنن و اون اینونتیو استپ یا اون گام ابتکاری رو به چالش بکشن؟ بگن که اگر که اختراع تکمیلی مطرح شد و دنبال این ایجاد انحصار و ادامه انحصارشون بودن، شما به عنوان مشاور شرکت داروسازی رقیب میتونید بهشون بگید که میتونید این پتنت رو برید باطل کنید چون گام ابتکاری نداره. اما بررسی گام ابتکاری بسیار سخت و زمانبر هستش و به خصوص در دادگاه‌های ما خیلی به این موضوع نمیتونیم بپردازیم چون چارچوب گام ابتکاری و بررسی این گام ابتکاری خیلی سخت هستش و کارشناسان این حوزه هم تسلط و احاطه کافی در خصوص گام ابتکاری رو ندارن و همین موضوع باعث به تأخیر افتادن و ورود داروها به حوزه عمومی پابلیک دومین و ادامه انحصار هستش. همونطور که گفتم این اورگرینینگ میتونه به عنوان سوء استفاده از موقعیت مسلط و رویه ضد رقابتی هم در نظر گرفته بشه. چالش های پتنت پذیری، اینکه آیا این اختراعاتی که در حوزه درمان هستن و این اختراعاتی که در حوزه دارو هستن با یک چالشی مواجه میشن با اون دیسکاوری، کشف، مرز بین اختراع و کشف تا کجاست و این مرز خیلی محل مناقشه است و پرونده های زیادی آقای دکتر ما داشتیم در حوزه همین داروسازی که مرجع مالکیت فکری با اون برون سپاری که میکرد میگفتن که آقا مثلا شرایط ثبت اختراع رو ندارد، به صورت کلی شرایط ثبت اختراع رو ندارد، گام ابتکاری ندارد. خب این اعتراض میشه، وقتی اعتراض میشه میاد پیش ما میدیم به کارشناس بررسی میکنه، میگه آقا این طرف از این حق تقدمش در همه کشورها استفاده کرده، همه کشورها هم اینو ثبت کردن و گفتن نوآوری داره، گام ابتکاری داره، جدید هست و کاربرد صنعتی داره، ولی در ایران اومدن با یه خط نوشتن که این گام ابتکاری نداره. آیا ژن‌ها، سلول‌های بنیادی و روش‌های درمانی مبتنی بر اونها اختراع هستن یا کشفن؟ در مورد اینها چالش‌های زیادی هست که من موضوعاتم رو بیشتر با سوال پیش میبرم. مرز بین اختراع و کشف چقدر میتونه در بیوتکنولوژی و پزشکی و حوزه دارو محل مناقشه باشه؟ اثبات گام ابتکاری همونطور که گفتیم در داروهای به خصوص بیولوژیک بسیار سخت و
پیچیده هستش. یه رویه قضایی توی امریکا هست که در مورد ژن‌های میرایت بود که دیوان عالی امریکا به اتفاق آرا رأی داد که دی ان ای جدا شده‌ای که به طور طبیعی در طبیعت یافت میشه قابلیت ثبت اختراع رو نداره. این ژن جدا شده رو می‌خواستن به عنوان یک اختراع ثبت کنن که دیوان عالی امریکا این رو مورد پذیرش قرار نداد، چون وقت محدود هستش و ساعت یکم خودم کلاس دارم. یکم من اینها رو میگم دوستان به صورت سرنخ بهشون نگاه کنن. حتی من اعتقادم اینه که هر کدوم از این موضوعات به خصوص این معافیت بولار که توضیح میدم، معافیت بولار یا اون بولار اگزمپشن به این معنایی که شما یک شرکت داروسازی هستی، یک پتنتی داری تا برای مثال 20 سال میتونی از این از حقوق انحصاری که داری استفاده کنی. بعد این معافیت بولار که توی قانون ما هم در بند 4 ماده 16 قانون حمایت از مالکیت صنعتی به عنوان معافیت تحقیقاتی و آموزشی هم ازش یاد میشه، مورد پذیرش قرار گرفته که خود این موضوع این تعادلی که اول من گفتم رو ایجاد، یکی از مواردی هستش که تعادل ایجاد میکنه، مثل لیسانس اجباری که آقای استاد گفتن که اصلا موردی نداشتیم. واقعا منم تا الان 10 سال به این حوزه دارم، پرونده ها رو هم رسیدگی میکنم، هیچ موردی نداشتیم. این معافیت بولار میگه که شما شرکت داروسازی یه دارویی رو ایجاد کردی، 20 سال حق انحصاری داری و میگه شرکت‌های داروسازی رقیب 2 سال یا 3 سال قبل از اون میتونن بیان از سازمان غذا و دارو و مراجع مربوطه مجوزهای لازم رو برای آزمایشات، برای پژوهش‌های خودشون انجام بدن که به محض اینکه این 20 سال تموم شد اونها بتونن این محصولشون رو وارد بازار کنن. و اگر این محدودیت مورد پذیرش قرار نگیره باز هم باعث جلوگیری از ژنریک شدن داروها میشه و ادامه انحصار رو این موضوع ایجاد میکنه. و در دعاوی هم که اگر نگاه کنید دعاوی زیادی هم در حقوق امریکا مطرح شده که شرکتی استفاده آزمایشی از این موضوع کرده و دعوای علیهش مطرح شده و توی حقوق امریکا این موضوع رو نقض محسوب نکردن و به عنوان یکی از محدودیت‌ها به استثناءات بهش نگاه کردن. خب این توضیحاتی که من در خصوص اختراعات دادم و در مورد نقش علائم تجاری در دارو، من بهتون میتونم بگم که شاید بیش از 50 الی 60% حوزه دارو بستگی به علائم تجاری داره. تا علائم تجاری نباشن شناساییش برای پزشک و برای بیمار سخت میشه. علائم تجاری در حوزه دارو نشان دهنده منبع، کیفیت و ایمنی یک محصول هستند. آقای دکتر گفتم من 7 سال بازپرس دادسرای جراحی پزشکی بودم. طرف می اومد پیش من میگفت که این قرص رو با این برند خریدم، با همین ورقه ایش رو خیلی بیشتر بهم میسازه تا اینی که تو قوطیه. اون ناشی از همون اثر درمانی اون هستش. بعد همون دارو رو یه شرکت دیگه هم زده و این موضوع باعث میشد که واقعا توی مصرف کننده، تو نگاه مصرف کننده هم این علائم تجاری نقش حیاتی دارن. میری داروخونه میگی فقط و فقط از همین برند میخوام. نگاه در بدنش اثر داره. همون میگه فقط از همین میخوام، غیر از این به من نمیساز. بیمارا و پزشکا با علائم تجاری برای شناسایی داروی اصلی اعتماد میکنن. چالش‌های حقوقی کلیدی علائم تجاری دارویی: trademark selection and registration. توی حوزه دارو اول باید علامت تجاری انتخاب بشه. انتخاب علامت تجاری در حوزه دارویی بسیار مهمه، چون این موضوع با سلامت انسان‌ها در ارتباطه، باعث اشتباهات مرگبار میشه. مرکز مالکیت معنوی ما 10ها علامت تجاری در حوزه دارویی بسیار مشابه و عین همدیگر رو ثبت کرد. من دارم میگم هم عین ثبت کرد هم مشابه. و این باعث اشتباهات مرگبار میشه. طرف دارویی رو میخوره که تداخل دارویی داره با اون داروهایی که میخوره و باعث اتفاقات خیلی بدی میشه.
و نکته آخر این که این علامت تجاری نباید گمراه کننده و توصیفی باشه. شرکت‌های بزرگ داروسازی به دنبال ایجاد انحصارن، میخوان این علائم توصیفی که به عنوان اسم ژنریک داروها هستش رو در تسلط به احاطه خودشون داشته باشن و این موضوع مبتلا به همه این شرکت ها هم هست و رقابت ناسالمی هم بین اونها وجود داره. من یکی دو مورد رو مثال میزنم چون قطعی شدن بهتون میگم. عام بودن علامت تجاری یودوفولیک. یودوفولیک یک شربتیه که فکر کنم برای زنهای شیرده استفاده میشد. یه پرونده مطرح شد، یه شرکتی رفته بود این علامت تجاری رو به نام خودش ثبت کرده بود، بعد اومده بود علیه شرکت‌های رقیب طرح دعوا که شما استفاده نکنید. سازمان غذا و دارو هم به شرکت‌های رقیب همه مجوز داده بود، توی پروانه هاشون هم نوشته بود این فراورده عمومی، نام فراورده عمومی یودوفولیک، و همه هم مجوز داده بود. ما موقع در دادسرا بودیم، یه استعلامی سازمان غذا و دارو کردیم، گفتیم این چیه؟ گفت این اسم جنسه، اصلا این اسم جنس داروه، عام هستش. و ما با یه استدلالی که اونجا کردیم این پرونده رو منع تعقیب زدیم و رفت در دادگاه هم تایید شد و جلوی این انحصار گرفته شد. این از استفاده توصیفی که از این علائم میکنن. یه مثال دیگه علامت تجاری اورسوفار، یک داروی استنشاقیه که شرکت کوشان فارمه تولید میکرد. اینها بندگان خدا علامت تجاریشون تمدید نکرده بودن. یه شرکت خارجی اومده بود یک روز بعد از گذشت اون 6 ماه، یک روز آقای دکتر، یک روز بعد از گذشت اون 6 ماه ارفاقی اینو ثبت کرده بود. اظهارنامه ثبت بین‌المللی از طریق مادرید داده بود، سیستم مادرید بین‌المللی، یک شرکت خارجی اظهارنامه داده بود که اینو از چنگ اینها در بیاره. ما هم اومدیم با استدلال‌هایی کردیم، زمین زمان رو به هم بستیم که دوباره برگردیمش. گفتیم که مصرف کننده هنوز داره اینو ارتباط میده به شرکت کوشان فارمه، مصرف کننده دنبال این داروه. اون شرکتی که میخواد بیاد اینو بگیره خودش باعث گمراهی مصرف کننده میشه و با یک دادرسی محبوس تونستیم این موضوع رو به اونها برگردونیم. من استادهامون تموم شد. خسته نباشید.